لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد، ما امروز درباره یکی از نامهای زیبایی که النصیر است، یعنی که یاردم دهنده، کمک کننده، یعنی مدد دهنده. مدد رو فقط از الله تعالی ما باید طلب بکنیم، به خاطری که نصیر، یاردم کننده، فقط الله تعالی است، دیگه کس نیست. الله تعالی در قرآن میگوید که فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة واعتصموا بالله هو مولاکم نعم المولى و نعم النصیر میگوید. نماز رو قایم کنید، یعنی نماز رو برپا بدارید، زکات رو بدهید و با الله تعالی را چنگ زنید، دین الله تعالی را چنگ بزنید، یعنی دین اسلام رو محکم بقبید، یعنی مرتد نشوین، نصرانی نشوین، مجوسی نشوین، یعنی مسلمان حقیقی شوین. و بهترین مولای شما است، یعنی یاردم دهنده شما است، بهترین یاردم کننده شما است. میگه یعنی اگر ما نماز رو بخونیم، زکات بدیم، یعنی فقط حق مسلمان حقیقی شویم، بعد الله تعالی برای ما چی میکده؟ یاردم میکده. خب الله تعالی در دیگه آیات هم نعم المولا نعم النصیر گفته بسیار میاد، یعنی چقدر، یعنی بهترین کمک کننده است. میگه الله تعالی بهترین کمک کننده است. خب معنای این نام در حق الله تعالی چگونه می شود؟ یکم نصیر به معنای که پیامبرهاش یاردم میدهد، یعنی ینصر رسله میگوید. الله تعالی در آیت میگوید که این لننصر رسلنا، ما رسول های خودمان یاردم میدهیم. میگه لننصر رسلنا یعنی پیامبرهای ما خودمان یاردم میدهیم. میگه اکه لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا، میگه هم پیامبرها را یاردم میدید. دیگه معناش چی میشه؟ مسلمان ها را هم یاردم کی میداده؟ الله تعالی میداده یاردم، دیگه کس نیست، یعنی فقط الله تعالی یاردم میداده. دیگه معناش کسی را بخواه کی بخواه یاردم میداده. این معنای عمومی شه. یکم مسلمان ها کتی پیامبرها را خواست بدگو. اگه دیگه معناش الله تعالی میگه والله یؤید بنصره من یشاء. میگه کلمه من یشاء، الله تعالی با مدد خیش، یعنی با کمک خودش کسی را بخواه یاردم میده. میگه کسی را بخواه یاردم میده. ان فی ذلک العبرة لأولی الابصار، در این چیز آنهایی که صاحب عقلن عبرت هسته. میگه اگه مثلا مؤلف میاره وقتی که موسی علیه السلام برآمد، بنی اسرائیل گرفتک، برآمد بحر گذشتن، بحر بعدی گذشتن فرعون لشکرش کتی چی هلاک کرده. این بحر لشکری که الله تعالی، شمال لشکری که الله تعالی چند قدر قوم ها را شمال کتی هلاک کرده. الله تعالی میگه که اینه بی نصره، میگه با کمک خودش. میگه یعنی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولله جنود السماوات والارض. میگه یعنی همین لشکرهای آسمان ها و زمین در چیزی که باشه و این لشکری که الله تعالی، کسی که کدوم وقت بخواه یاردم میتیه، نخواه یاردم نمیتیه. این ما باید همین را باید مثلا علو ببینیم. علو وقتی که ابراهیم علیه السلام قومش دعوت کرده، بعد ابراهیم علیه السلام ده و مخالف برآمدن، گفتن که این رو در علو پرتین، گفتن علو بلند در گراندن. ابراهیم علیه السلام پرت افتاد، دیگه الله تعالی چی گفت؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. گفت نگاه کنین، علو لشکری الله تعالی است، ابراهیم نسوزاند برای آنقا. دیگه چیزها هم همه چیز، مثلا چرا، حتی چرا میگه پشه را میگه، همون نمرود میگه وقتی که اخیران دا چیشید، میگه در همون بینش میگه یک تا پشه در اومدگی، میگه یک تا پشه در اومدگی همون قطعی هلاک کردگی. میگه حتی یک پشه چه، یعنی لشکر الله تعالی بسیار 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 هسته. دیگر معنای نصیر در حق الله تعالی الذی لا غالب لمن نصره، کسی در که الله تعالی یاردم دادگی باشه و یگان کس مغلوب کردن نمیتونه. مثلا نگاه کنید رسول الله پیامبر خودمان
وقتی که پیامبر شده برآمد فارس قتی روم ایمپریا بدک حتی اهمیت نمیدادن که ولی او فکر هم نمیکردن که یه روز میاد که ای عرب ها ما را مغلوب میکنه گفته خیال نمیکردن و خاطری که ایمپریا بود لیکن الله تعالی نصرت خودش قتی اینا را هلاک کرد نگاه کنید این نصرت الله تعالی الله تعالی میگه که این ینصرکم الله فلا غالب لكم اگر شما در الله تعالی یاردم بتیه شما در یگون غالب نیسته یعنی یگون کس شما را مغلوب کرده نمیتونه و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد اگر شما را به یاردم پرتای یعنی یاردم نتیه بعد الله تعالی شما را کی یاردم میتیه میگه این آیت فهمیده میشه که غیر الله تعالی یگون یاردمچی نیسته بسیاری مردم اعتقاد داشته مثلا جهاد نگاه میکنن هر خیل لشکر در نگاه میکنن نگاه کنین ابراهه 60,000 لشکر کتی اومد میگه هم کعبه را چپ کنده الله تعالی نگه سوره مثلا فیل دا بیان کرده فیل ها کتی اومده نگه الله تعالی زمین دا نگفت که بکش یا که آسمان یک سنگ نپرتو فقط همون گنجشکای کوچک ده چینی نخد میگه هر یک گنجش ده 3 تا نخدواری سنگ آوردگه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل نگاه کنید اوخی فجعلهم كعصف مأكول چهارم معناش هو الذي ينصر المستضعفين الله تعالی یعنی ضعیف ها را یاردم میداده ما گمان نکنیم که اینقدر ضعیف هسته مردم اینقدر مسلمان ها هازی ضعیف هسته نه الله تعالی گفته که در آیات هم ان لننصر رسلنا والذین آمنوا آنهایی که ایمان آوردن ما یاردم میتیم میگه الله تعالی ما یقین بدانیم که الله تعالی مسلمان ها یاردم میتیم ما تفکر نکنیم نگاه کنیم که یاردم ما ندیدیم نه الله یاردم الله تعالی عمومیه اساسا ما را در آخرت یاردم بده یاردم میکلونه شاید ما بعضیا مثلا در محبس ها بعضیا در کیم ادیرها یا که مثلا بمبره در جنگ ها میره از ظاهر بینی مرده رفته مثلا سوره یاسین دام میگه که وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين داوود میگه سه تا پیامبر دعوت کرده است میگه یا قوم اتبعوا المرسلين میگه ای قوم ای پیامبرها ده پیروی کنین میگه در رو ایران میگیرن میکشن لیکن الله تعالی نگاه کنین اور جدا یاردم دادک در آخرت یاردم دادک بعد گفت که قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین گفت یعنی یاردم حقیقی الله تعالی این است ما فقط یاردم گفته فقط دنیا دا نگاه کنیم الله تعالی مثلا ما دا یگون چیز نداده است ضعیفی میخویم نه این هم دنیا هم برزخ هم آخرت جمع کرده اگر ما بفهمیم مؤمن ها دا الله تعالی یاردم میده کافر ها یاردمچی ندارن و ما للظالمین من انصار میگه یعنی ظالم ها یاردمچی ندارن میگه من انصار گفتنی من تاکیده یگون یاردمچی ندارن میگه اگه ما با این نام نصیر چگونه عبادت میکنیم یکم باید یقین بدانیم که الله تعالی دینش کتابش پیامبرهاش مسلمان ها چی میکرده یاردم میداده ما باید یقینا باید بدانیم ایره الله تعالی میگه که ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون میگه البته آنها چی هستند منصورون یعنی یاردم داده شدگان میگه در حقیقت ما باید این را یقین باید بدانیم فقط یاردم گفتم ما بعضی چیزها را بعضی مال و ملک باید ندانیم دیگه آیت هم میگه که ان لننصر رسلنا والذین آمنوا میگه ما پیامبرها ما یاردم میدیم و آنهایی که ایمان آوردن فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد و در روزی هم چی هم در روزی آخرت هم یعنی ما تاکید میکنیم که ما یاردم فقط در این دنیا باید نبینیم فقط یاردم الله تعالی وزمیم بعضی وقت کم ترک دیر میکنه خباب ابن ارت یه روز میاد پیش پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه ما وقتی که حال مکه را میدونیم که مسلمان ها ضعیف بودن خباب ابن ارت یک غلام یک زن بود بسیار عذاب میداد بعد مجبور شد پیش پیامبر صلی الله علیه و آله اومد پیامبر صلی الله علیه و آله پیش کعبه بود گفته که یا رسول الله برای ما دعا کنید که نصرت بدهد الله تعالی برای ما رسول الله صلی الله علیه و آله خیس گفته که پیش از شما قوم بودن گفتن بنی اسرائیل ده آنها را کافرها میقاپیدن عذاب میدادن بعضیاشون دو بلک میکردن بعضیاشون خیلی چنگال کرده این پوستاشون میکندن نگاه کنین چقدر عذاب ها را میدادن لیکن آنها را این کارشون
سبب نشید که از دینشان بگرده. آنها یعنی مقصد که صبر کردن، طاقت کردن برای دینشان، حالی گفته که الله تعالی این دین را کامل میکند، تمامی میکند، یعنی نصرت میتهد. میبینی که آدم ها ایچی کجا میان بر این مکه سفر میکنن، حج میکنن، از یگان کس نمیترسن غیر الله تعالی گفتن. یعنی در حقیقت هم خیلی هم شیرک میگه انکم قوم تستعجلون، گفته شما یک قومی هستن که چی عجله میکنید، یعنی سراسیمه میشوید. حاضر ما بعضی چیزها رو میبینیم، بعضی ها حتی اعتقاد میکنه همه الله تعالی هسته خودش میگه. این قدر مثلا مظلوم شده، مردم مرده است، الله تعالی هسته خودش برای چی اونها دو یاردم میتید میگه نه، الله تعالی یاردم تأخیر میکند. دو تا سبب کتی. یکم سبب ما را امتحان میکند، یعنی نصرت الله تعالی دیر میآید به خاطری که ما را امتحان میکند. الله تعالی میگه که ذلك ولو یشاء الله لانتصر منهم، این برای آن که الله تعالی میخواست نصرت میداد، لیکن ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن بعضی شما را بعضی تان کتی چی به خاطر امتحان کنه، برای اون چی حالی نصرت نمیده. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که ای مکه برآمد دعوت کرد، الله تعالی قادر نبوده که همونجا نصرت بتیه چی کنه، کافرها را مغلوب بکنه، قادر بوده، لیکن امتحان میکنه الله تعالی. نگاه کنه 13 سال فقط لا اله الا الله دعوت، حتی 3 سال اولش چی مخفیانه بود. این امتحان الله تعالی نباشه الله تعالی قادره که اگر یگون کس ایمان نیاره جان او در دست الله تعالی است، مثلا بکشه برام میره، لیکن الله تعالی امتحان میکنه. برای ما چی نکنیم، یعنی نصرت الله تعالی وقتی که دیر بیه، یعنی اعتقاد نکنیم که الله تعالی نصرت نمیه، نه، الله تعالی نصرت میه. حتی پیامبر قطعی صحابه را الله تعالی امتحان کرده، با آخر در گفتن که متى نصر الله، گفتن و نصرت الله تعالی کی میه، گفتن و زلزلوا زلزالا شدیدا، بسیار سخت امتحان شدن کی نصرت الله تعالی. مثلا جنگ خندق ببینیم، جنگ خندق تا یک ماه نگاه کنیم چی کده ایستادگی، 10,000 لشکر اومدگی، حتی بعضی نماز قضا شدگی همونجا ده، بسیار عذاب کشیدگی، گوش نموندگی. نباشه الله تعالی قادر نیست 10,000 لشکر چیه، یا جبریل روی کنه 6,000 قانون داره میگه، یا قانون سقطی دنیا رو چپا میکنه میگه، یک جبریل یا سیلا بکنه همون 10,000 لشکر نیست میشه. یکی نباشه جبریل هم روی نکنه، زمین ده یا فرمان بتیه زمین همش میکشه میره فرو میگیره کو، لیکن برای چی الله تعالی هلاک نکرد، یک ماه قفیده ایستاده. همونجا ده منافق ها گفتن که بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میکنه کو، زغنولا میگیره چیره سنگ، وقتی خندق کندند چیو روم فتح شد، کسرا فتح شد، میگه منافقا گفتگی که ما به حاجت خانه رفتن نمیتونیم از ترس مانه، این چی دعوا کرده است که چی میکنه فتح میشه. و گفتن همونجا ده منافقا چی جدا شدن، منافقا جدا شده استن. همین خیلی حالت های، یعنی موقف ها ده منافقا آدم هایی که مخلصن، اخلاصمندن، طاقت میکنه، صبر میکنه، دین الله تعالی ده طاقت میکنه، صبر میکنه، از امتحان میگذره. لیکن منافق ها باشه چی در احد هم، در جنگ احد هم 300 منافق گرداندگی عبدالله ابن ابی مثلا. نگاه کنین این جنگ ده هم خیلی ها. دیگر دیم سببش این، یعنی مسلمان ها امر معروف نهی منکر نکنه، نماز خوان نباشن، زکات ندیه، نصرت نمی اومده. الله تعالی در قرآن میگه که ولا ینصرون الله من ینصره، میگه این قاعده، کسی که الله تعالی در یاردم بتیه الله او در یاردم میتیه. میگه یعنی الله تعالی در ما یاردم داده نمیتونه. این مقصد از این آیت، دین الله تعالی در کسی یاردم بتیه الله او در چی میتیه یاردم میتیه. دین الله تعالی یعنی دین اسلام در کسی که یاردم بتیه الله او در یاردم میداده. ان الله لقوی عزیز، میگه الذين إن مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه، آنهایی که ما آنها در زمین تمکین بتیم آنها نماز رو قایم میکنند، برپا میدارند، زکات رو میدهند. میگه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، میگه و امر معروف نهی منکر میکنه. از این آیات سبب میشه که چی نصرت چی در کار بده، نماز رو قایم میکنه، زکات رو باید بدیم. حاضر ما نصرت میگیم، نصرت الله تعالی نمیه میگیم. آخه لیکن از 100 کس چند کس نماز نمیخونه؟ اکثر 90 کس قریب نماز نمیخونه. اکثر جای خدا یک چیز بهانه میکنن، مردم نماز نمیخونن. یکی چند کس زکات میتیه، زکات مال خدمت میگه، کور کده افتگی میگه،
نگاه کنید زکات نمیتیه ایگجون نصرت میه. دیگر وقتی که ما نصرت الله تعالی را بخواهیم سبب های نصرت باید بقویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیاتش همه سبب ها را گرفتگیه. وقتی که مکه بر اومدن ده طرف یمن رفتگیه، این سبب نصرته. وقتی جنگ احد بر اومدن ده چی زره پوشیدگی، حتی دو تا پوشیدگی میگه. نگاه کنید شمشیر گرفتگیه. سبب های نصرت همش گرفتگیه. ما باید چی سبب نصرت رو باید بگیریم. یعنی یکم عودن علی بد، باید چی کنیم به سر بگردیم. یعنی این امت اسلامی چگونه مثلا الله تعالی اینها در نصرت داده، ما باید به همون اول برگردیم. الله تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای اون کسانی که ایمان آوردید اگر شما به الله تعالی یاردم بدید، اینا چگونه میفهمیم؟ الله تعالی ده یاردم داده نمیتونیم که دین الله تعالی ده اگر شما یاردم بکنید بعد شما ده الله تعالی یاردم میکند میگه و ثابت قدم میکند میگه. اوکی، معنای این میگه ایها الذین آمنوا ان تنصروا دین الله باقام الصلاه و ایتاء الزکاه، یعنی نماز رو قائم کرده، زکات رو داده، یعنی فرض ها رو بجا آورده. اولا پیش از این ایمان باید درست کردن در کار است. شرط های لا اله الا الله، معنای لا اله الا الله. مثلا بعضی انسان ها رو میبینیم که لا اله الا الله رو معناش میل بدون میل ما مسلمانم بگه میل قبول نکن. او کاری که مثلا رفتن میکنه پیش قبر، پیش دیگه چیزها، پیش پیرها ده مثلا چگونه اعتقاد میکنن، پیر چه رنگ خدا میدوند، یعنی چه رنگ الله تعالی میدوند، یعنی غیب میدونه میگه این شرک است. یعنی لا اله الا الله ده او چیه کمبودی دارد، ولی نماز خوانی رو بمانیم. یعنی خب امام شنقیطی میگه، یعنی مفسر، نصرهم لدینه و لکتابه و سعیهم و جهادهم، یعنی دین الله تعالی ده ما یاردم بکنیم، یعنی شریعت الله تعالی ده یاردم بکنیم. این چیزها سبب می شود به نصرت الله تعالی. دیگر امام بخاری روایت میکند که قصه حدیبیه را وقتی قصه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوب میکند که حدیبیه، بعد مشرکو در مدینه نمیمونند و صلح میکنند. بعد عمر رضی الله عنه همچنین پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میرود که ما دین حق دانستیم. میگه ها، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم ما دین حق داریم، مشرکو دین باطل دانستن. میگن دین باطل دان. میگه در دین من خیلی پستی در روزی میشه. میگه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین میگه که من رسول الله هستم وای هو ناصری. میگه نگاه کنین رسول الله صلی الله علیه و سلم همین قدر یعنی جای مشکلی ده هو ناصری گفته است. یعنی انسان وقتی که در حالت‌های مثلا به ملالی خیلی به مشکلی ها ده الله یاردمچی ما است گفته هر کس میگه نیکی بسر او آدم یک مشکلی بیه انا همونجا ده معلوم میشه که حقیقتا ناصری همه آدم الله تعالی گفته اعتقاد میکنه در عمل میبینه که همونجا ده معلوم میشه. او یک زن هم پیش یک قبر ده گریه کدیسته بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش میگذره کو دعوت میکنه، میگه مصیبتی که ما در اومده تو نمیدونی گفته. و صحابه بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتن، صحابه میگه که وای رسول الله بود چی خیلی گپ زدی. میگه بعد میره عذر پرسی کنه. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انما الصبر عند صدمه الاولى، میگه همین صبر کردن چی همین یکمینه که مصیبت میه همونجا ده آدم یعنی کی بدنش معلوم میشه. نباشه ها حضور تقوا کردن در کارای با الله توکل کردن در کارای الله ناصر ما است گفته کس گفتن میگیره. حتی منافقا هم میگه نیکی وقتی که مشکلی بیه انا همونجا ده آدم کی بدنش چی معلوم میشه. همینجا ده رسول الله صلی الله علیه و سلم ده مشکلی اومده است دیگه صحابه آدم نگاه کنین رسول الله صلی الله علیه و سلم هو ناصر گفته است، یعنی نصرت دهنده ما و الله تعالی است. میگه با عمر رضی الله عنه پیش ابوبکر هم میره میپرسه همین چیزها را. پیامبر ابوبکر میگه یاردمچی یعنی ناصره هو الله. میگه ناصری یعنی یاردمچی رسول الله صلی الله علیه و سلم الله هست. میگه یعنی شک شبهه نکن تو عمر. میگه بعد عمر ده پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه درست ما گفتیم طواف میکنیم کعبه را عمره میگه تو میگه چی میکنی همین سال گفتیم. میگه همین سال نگفتگی کو بعد سال آینده سال هفتم آمده عمره کردگی. بعد یک تا تنبیه دیگه مؤلف میگه که انسان نصرت الله تعالی اومده است گفته چی نکنه. میگه ما حرکت کنیم نصرت ده نیکین
عمل بکنیم نصرت شاید که چی نکنه، شاید که بعد مردن ما بیه. قصه یا قصه را میاره. ما سوره بروج میدونیم که السماء ذات البروج والیوم الموعود، همیشه یک قصه هسته. این قصه یک جوان میشوه، سحر هم تعلیم میگیره و توحید هم تعلیم میگیره. قصهش دروزه، ما در درس ربوبیت گفتیم. خلاصه همون قصه ده، همون جوان خودش قربانی میکنه. وقتی که نیزه قطعی میکنه، تو مرا کشته نمیتونی، میگه تو میگه همه 20,000 آدم میشه، میگه همه را جمع کن، بعد بسم الله رب الغلام گفته بزن، میگه یعنی به نام پروردگار این غلام گفته بزن، میگه همینجا دعوت نگاه کنین. بعد هم خیلی میزنه با میمبره، نگاه کنین نصرت آمد، 20,000 کس مثلا مسلمان شدن، یعنی چند بسیار ها مسلمان شدن. لیکن این جوان چی کرد؟ یعنی وفات کرده، مرده. بعد این نصرت آمده، کمش مسلمان شدن. درسته ای که آنها را امتحان کرده، چی کرده، لیکن یعنی نصرت آمده. اکی یک تای دیگه سوال میتیم مؤلف بوده. الله تعالی گفته است این تنصر الله ینصرکم، اگر شما دین الله تعالی را یاردن بکنید، بعد الله تعالی شما را یاردن میده. برعکس این، یعنی انسان ها دین الله تعالی را یاردن ندیه چی میشود؟ یاردن نکنه، یعنی نماز نخونه، روزه نگیره، ایمان نیاره، چی میشود؟ خلاصه الله تعالی میگه که و این تتولوا، اگر شما از دین روی بگردانید، یستبدل قوما غیرکم، غیر شما دیگه قوم الله تعالی تبدیل میکنه، شما را میبره دیگه کسا را میاره. ثم لا یکونوا امثالکم، بعد از آن آنها رنگ شما نمیشوند، یعنی رنگ شما بپرو نمیشوند به این دین. آنها نماز میخونند، روزه میگیرند، عبادت میکنن الله تعالی را، امر معروف میکنن، نهی منکر میکنن. گفته الله تعالی خودش میگه، یعنی دیگه کلمه کتی، دیگه عبارت کتی، دین اسلام برای ما احتیاج نداره، بلکه ما بر دین اسلام احتیاجمند هستیم. دیگر ما باید مظلوم ده یاردن باید بتیم. انس ابن مالک میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که انصر اخاک ظالما او مظلوما، گفته یعنی مادامی که الله تعالی ناصر یاردم چی باشه، ما هم حرکت کنیم که چی کمک کنیم بر دیگرها. اون چی یاردم دادن بسیار خصلتی بسیار خوب است. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله گفته است که برادرت را خواه ظالم باشد خواه مظلوم باشد یاردم کن، گفته. و صحابه گفتن که خیلی مظلوم معلوم است، خیلی مظلوم ده یاردم بتیم، این ما هم میفهمن. اگه ظالم ده چیکار یاردم میتیم، میگه ظالم ده دستش میگیری، یعنی از ظلمش باز میداره، این چی میشود؟ یاردم میشود. هم ظالم ده هم مظلوم ده باید یاردم کردن در کار است. یعنی در آخر یعنی با این نام ها رسول الله صلی الله علیه و آله دعا کرده که رب انصرنی علی من ظلمنی، رب انصرنی، اللهم انصرنی، یا که دیگه آیات خودم چی بسیار دعا اومده. از این درس چی فایده میگیریم؟ یکم ما باید اعتقاد بکنیم که الناصر کی بده؟ الله تعالی بده. یاردمچی حقیقی الله تعالی بده، دیگه کس نبده. ما باید اینا بدونیم. دیگه نصرت رو فقط از الله تعالی ما باید طلب بکنیم. این تنصر الله ینصرکم، اگر الله تعالی شما ده یاردم بده، شما الله دین الله تعالی ده یاردم بکنه، شما ده یاردم میتین. اگر الله تعالی شما ده یاردم نتیه، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، بعد الله تعالی شما ده کی یاردم میتیه؟ هیچ کس یاردم دادن نمیتونه. بعضی اعتقاد میکنن که ما را در قیامت فلان چه یاردم میکنه، فلان اولیو فلان چی خبر ده هسته، ما فلان پیری که چی هسته در ما او ده اینابت کدگیم همه یاردم میتیه. میگه نه، رسول الله صلی الله علیه و آله با دخترش چی گفته گه؟ ای فاطمه دختر محمد، چیزی بخواهی از من حاضر بپرس، چیزی مال بخواهی، لیکن در روز قیامت ما یاردم دادن نمیتونم. میگفته است تو ده، لیکن حاضر بعضی اومدگی چی میگه؟ نه فلان چه پیر یاردم میتیه فلان. او رسول الله صلی الله علیه و آله یاردم نداده است، با وجودی که دخترش هسته، اگه جوی پیر یاردم میتیه. الله تعالی هم گفته است که اگر الله تعالی شما ده یاردم نتیجه، یگون کس چی شما ده یاردم داده نمیتونه. میگه سوم فایده، در مشکلی ها ما آدم کی بودنش ما میفهمیدیم. در مشکلی ها منافق ها را تاریخ ده نگاه کنیم که وقتی جنگ ها ده چی به قفو کشیدگی، برای چی؟ به خاطری که الله تعالی را ناصر گفته نشناختگی. لیکن رسول الله صلی الله علیه و آله یک روز جنگ ویدا، جنگ حنین ده، مسلمان ها تکیه به عددشان کردن.
10,000 kas bilan, ba'zi joyda 12,000 kas bilan megan. Chun 10,000 kas Makkaga giftagi bilan-ku 12,000 kas ba jangi Havozin meravan ba tarafi Toif. Hamujada akmo این قدر عددمون بسیاره که دیگه ما مغلوب نمیشم میگه. بعد الله تعالی رفتند اونها میبرند، بعد میگریزن بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میبرد انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب گفته مردم دعوت میکنن ای مهاجرها ای انصارها گفته بعد جمع میشن. نگاه کنین همیشه ده مسلمان ها نگاه کنین 12 عدد چی کم ترک تکیه کردن الله تعالی اونها را یک امتحان کرده. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم در این جنگ هم در صلح حدیبیه هم هو ناصر گفته ایستادگیه، یعنی انسان در حال این حالت هم یعنی الله تعالی نصرت میتیه. تمام گفته اعتقاد بکنه. چهارم سبب های نصرت رو ما باید چی کنیم؟ باید بگیریم. چقدر سبب ها باشه یعنی ما باید سبب ها رو بگیریم. بعضی قوم ها هسته که این سبب نیست میگه الله تعالی چیزی که کداگی باشه نه. رسول الله صلی الله علیه و سلم سبب ها رو گرفتگی هم ایجاده ها در جنگ احد هم زیر پوشیدگی دیگه چیزها ده. پنجم فایده نصرت بعضی وقت تأخیر میشه. دو سبب کتیم، دو سبب هم مؤلف آورده. یعنی نصرت بعضی وقت دیر می اومده، یاردم الله تعالی دیر می اومده. به خاطر چی؟ یکم به خاطر امتحان. ولکن لیبلو بعضکم ببعض. همدیگریتون چی؟ به خاطر که امتحان کنه الله تعالی. دیمش چی بوده؟ دیمش کمبودی از جانب ما بوده. یعنی ما به خاطر که دین الله تعالی را قایم نمیکنیم، نماز نمیخوانیم، دین الله تعالی را یاردم نمیتیم، به همون سبب چی دیر میکنه. ششمون فایده اگر به دین اسلام یاردم نکنیم چی میشه؟ چی میشه؟ یستبدل قوما غیرکم گفته. یعنی ما را میبره الله تعالی دیگه قوم میاره ثم لا یکون امثالکم. بعد آنها رنگ ما نمیشه بلکه امر معروف نهی منکر میکنه، در دین اسلام ثابت میشه. بعد آخران ده باید با این نام نصر باید دعا بکنیم. در آخر دعا میکنیم که الله تعالی به این دینش نصرت بتید، یعنی خلق ما را هدایت بکند به راه راست، سعادت دو دنیا را برای ما نصیب بکند. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة